سر برم بلند شیم. دیگه باز چی شده؟ همه رو دارن معاینه میکنن، باید زودتر از قصر خارج بشیم. معاینه برای چی؟ کونه همه رو دارن معاینه میکنن، هر کی سوراخش تنگ باشه میبرنش به خوابگاه امپراتور. سوراخ تنگ؟ یعنی واقعا میکننمون؟ بله سر برم، باید زودتر فرار کنیم. فرمانده جمونگ ما رو مجبور کرد که خم کنیم و سوراخمون رو بررسی کرد. آخه اینجا دربار یا خمبار؟ اون گفت خم کنو، تو هم به راحتی کونتو نشونش دادی؟ ای خاک تو سرت کنن. منم بهم گفتن که خم کن، اما من تاکتیکی دارم که 2-3 روزه کونمو نشستم. جمونگ حتی نزدیک منم نشد. تاکتیک خوبیه. هیچ کدوم از شما دیگه حق نداره کونشو بشوره، هر کی بشوره تنبیه میشه. من هم به رئیس ماپالمو دستور میدم که برای شما شورتای آهنی بسازه. من در آسمان بویا پرنده سکیر رو دیدم که معنی اون این میشه که شما باید وزیر اعظم رو روزی 3 بار بکنید امپراتور. وزیر اعظم همین الان شورت گلگلی تو پات کن و برو روی تخت. این چه کس شری بود که گفتیم؟ ما قرار گذاشته بودیم امپراتور که شما کافور بخورید. نه سرورم، شما به هیچ عنوان نباید کافور بخورید. حرفهای وزیر اعظم از ترس کونشم. دهنتو گاییدم. همچین بکنیدش که صدای اگزوز خاور بده. کنه